دو تا تمرین عالی و مفید برای کسایی که زانو درد دارن و چهارسرون ضعیفی دارن. روی یک صندلی بشینید، پشتتون رو صاف و کشیده نگه دارین، دستاتون رو با دستاتون لبه‌های صندلی رو بگیرید، یه پاتون رو ثابت روی زمین محکم نگه دارید و با یه پاتون اول پنجه پا رو فلکس کنید، بعد شروع کنید خیلی آروم پا رو بیارید به سمت بالا تا جایی که زانوتون قفل بشه و فشار رو روی رون پاتون احساس کنید و به همون آرومی که آوردید بالا به همون آرومی ببرید به سمت زمین. این حرکت رو با هر دو سمت انجام بدین. برای اوایل که پاهاتون ضعیفه میتونید تو 2 تا ست هشتایی یا 3 تا ست هشتایی تکرار کنید. بعدن که 4 سرتون تقویت شد و تونستین تعداد دفعات بیشتری تکرار کنید، شاید 3 تا ست 12 یا حتی 15 تایی هم بتونید انجام بدین. برای تمرین دوممون روی زمین بشینید، یه پاتون رو صاف و کشیده روی زمین نگه دارید. اون یکی پاتون رو دستتون رو قلاب کنید دور رون پاتون و آروم از روی زمین بلندش کنید. میخوام همون تمرینی که روی صندلی انجام دادیم و این بار نشسته انجام بدیم. منتها این بار پنجه پاتون رو پوینت رو کشیده نگه دارین. آروم پا رو بیارید بالا تا جایی که در توان بدنتون، اگه تونستین صافش کنید، اگه نه هیچ اشکالی نداره و آروم ببرید به سمت پایین. دوباره آروم بیارش بالا و آروم ببرش به سمت پایین. اگر توی این تمرینات لرزش توی پاهات احساس کردی، کاملا طبیعیه، مال ضعف عضله است و امیدوارم که با این تمرینات بتونی این ضعف عضله رو برطرف کنی.